من احکام الصيام. اولا ما هو تعریف الصيام لغة؟ تعریف روزه از نگاه لغت عرب چی است؟ الصيام فی اللغه الامساک. روزه صیام در لغت بازداشتن است، بازداشتن نفس خود از خوردنی ها و نوشیدنی ها از صبح صادق تا غروب آفتاب. این را روزه میگویند، بازداشتن. و این در قول الله سبحانه و تعالی ذکر شده است در سوره مریم، که قول الله سبحانه و تعالی است که فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. و سوی مریم الله خطاب می‌نماید که اگر یکی از مردم رو ببینی با او وا بخوری، فقولی اینی نذرت للرحمن صوما. بر آنها بگو که من از برای پروردگار روزه داشتم. فلن اکلم یوما انسیا. و امروز به هیچ کسی سخن نمیگویم. من برای رحمان روزه صوم نظر کردم و امروز به هیچ یک از انسان سخن نمیگویم. و ما تعریفه شرعا. اما روزه در شریعت چی معنی دارد؟ هو تعبد لله تعالی بامساک عن المفترات بنیة تقرب الى الله تعالی من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس. پس روزه در شریعت این عبادت کردن الله متعال است با ترک مفترات، خوردنی ها و نوشیدنی ها و غیره، با نیت نزدیک شدن به الله سبحانه و تعالی از طلوع فجر صبح صادق تا غروب آفتاب. این را روزه میگویند در شریعت. هل للصائم وصفا آخر فی کتاب الله تعالی؟ آیا روزه در کتاب الله در قرآن کریم با نام دیگر نیز ذکر شده است؟ یعنی که روزه نام دیگری نیز دارد در قرآن؟ بله، روزه صوم گفته می شود، دیگر نام هم دارد که صائح نام دارد. صائح، روزه را صائح نمیگویند. در قول الله سبحانه و تعالی که التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، توبه کنندگان، عبادت کنندگان، حمد گویندگان و روزه‌داران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان. در اینجا روزه‌داران را سائح گفت، سائحون در سوره توبه. الله این شخصیت ها، این گونه خصلت ها را دوست می‌دارد و وصف کرد آنها را. الی کم قسم یمکن تقسیم الصیام؟ روزه را با چند قسم میتوان تقسیم کرد؟ جواب: روزه را با دو قسم تقسیم یا جدا کرده میتوان. روزه را میتوان با دو قسم تقسیم جدا کرد. اولا روزه های فرضی که آن با سبب کفارت یا روزه نذر یا با سبب های دیگری فرض می شود، یا بدون سبب روزه ماه رمضان که یکی از رکنهای اسلام به شمار می رود، که این بر شخص مکلف فرض گردانده شده است. روزه های فرضی. اما روزه های غیر فرضی روزه های نفلی میگویند. روزه های غیر فرضی روزه های نفلی میگویند، یا که عمومی یا که معین، مثل روزه های روز دوشنبه و پنجشنبه. مثل اینا روزه های معین هستند. مثل روزه های عمومی، روزه که غیر این هست، مثلا 13 14 15 مثلا گرفته می شود، یا اینکه یک روز میخوری، یک روز مینوشی و غیره از روزه های نفلی میگن. اینها را روزه های نفلی که زیاد است. پس سوال نوبتی حکم روزه ماه رمضان چیست؟ روزه گرفتن ماه رمضان چه حکم دارد؟ روزه ماه رمضان یکی از رکنها و ارکان اسلام به شمار می رود و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی است. میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، روزه بر شما فرض شد. روزه ماه رمضان بر شما فرض شد. بیان فرضیت روزه کما کتب علی الذین من قبلکم، چون که بر امتون پیشین فرض بود، لعلکم تتقون، باشد که شما از جمله و زمره پرهیزگاران قرار بگیرید. و در قول رسول صلی الله علیه و آله فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا شده است: شهادت ان لا اله الا الله، شهادت بر لا اله الا الله و محمد رسول الله، و بر پاداشتن نماز و دادن زکات و رفتن حج و روزه ماه رمضان را روزه داشتن. روایت بخاری است. تمام امت بر فرضیت روزه اتفاق نظر دارند و هر کسی که اگر روزه را انکار نماید کافر می شود. اگر روزه هم بدارد کافر می گردد. من ارکان الصیام، از رکنهای روزه. پس بدون برادر و خواهر گرامی که روزه یک رکن دارد. روزه یک رکن اساسی دارد که این عبادت کردن الله سبحانه و تعالی، از باز ایستادن، از من نمودن خود از خوردنی ها و نوشیدنی ها از طلوع فجر تا نشستن آفتاب. الصیام واجب علی المسلمین فعله. کدام روزها بر مسلمان ها
روزه داشتن آن فرض است. اولا روزه رمضان، روزه داشتن روزه رمضان بر مسلمانان این فرض است. از طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه روایت است که ان اعرابی جاء الی رسول صلی الله علیه و یک اعرابی به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای رسول الله، یا رسول الله اخبرنی ماذا فرض الله علی من الصيام. ای رسول الله برای من خبر بده که چی چیزها از روزه ها برای من فرض است. قال رسول الله گفت شهر رمضان، ماه رمضان برای تو ای بنده الله فرض است، الا ان تطوع، مگر اینکه اگر تو روزه های نافله بخوای بگیری. ماه رمضان برای تو فرض است مگر اینکه روزه های اختیاری و غیر رمضان روزه بداری. روایت بخاری و مسلم. همچنین روزه نذر برای انسان فرض است، روزه کفاره همچنین، روزه فدیه همچنین، روزه های فرضی هستند اینها. سوال نوبتی، هل هناك من انواع للفجر بالنسبه للصيام، نسبت روزه داشتن آیا نوعهای فجر، نوعهای دمیدن صبح وجود دارد نسبت شخص روزه دار؟ بله، انسان در حیات خود دو نوع از طلوع نمودن صبح ها مشاهده میکند. فجر صادق میگویند، فجر صادق وجود دارد که وقتی آن این واقعه وقت روزه است، باز داشتن خود از خودن ها نوشیدن ها. و فجر دوم فجر کاذب میگویند که یک نور هست از یک قسمت از مشرق از مغرب میبراید، از یک قسمت میبراید، تمام افق را فرا نگرفته است، یک تمام کوه را فرا نگرفته است، از یک قسمت وای میبراید، یک روشنی است، یک چند مدت ادامه میکنه و از بین میرود. این را فجر کاذب میگن. اما فجر صادق، دمیدن صبح صادق، این تمام پشت کوه را چیز فرا میگیرد، همون سفیدی. پس فرق بین فجر اول و فجر دوم، فجر دوم از فجر اول با سه چیز فرق میکند که فجر اول که فجر صبح اول که دمیدن صبح کاذب است وای میبراید، خیلی دراز است، سن آسمان دراز است، خیلی پهن است، به شکل پهن نمیبراید بلکه به شکل دراز میبراید. اما فجر صادق باشد، صبح صادق با پهلوی درازی قد میبراید. پس از فجر اول باز ترکی فرا میگیرد همه را، یکم روشنی است، روشن دراز، این خیلی سپس ترکی فرا میگیرد همه را. فرق بین فجر اول و فجر دوم. و فجر دوم باشد این روشنی، این که با پهلویش همه را، هم پشت کور و همه را فرا میگیرد، این روشن شدن میگیرد، روشنش زیاد شدن میگیرد آهسته و افق را روشن مینماید. سوال نوبتی، حکم کسی که فرض بودن روزه ماه رمضان را انکار مینماید. کسی که فرض بودن آن را انکار کند کافر می شود، مگر اینکه تازه مسلمان باشد یا که در دهه‌های دور از اسلام زندگی می نماید که در آنجا شریعت معروف نیست. در این صورت بر او رسانده می شود، بیان کرده می شود. اگر بعد این اصرار کرد و قبول نکرد پس کافر می گردد. حکم کسی که روزه رمضان را به اعتقاد فرض بودنش ترک میکند چیست؟ کسی که روزه رمضان را اعتراف میکند فرضیتش را، ولیکن علاوه بر این از روی تنبلی بی‌پروایی ترک میکند، چی حکم دارد؟ بعضی از علما او را مرتد گفتند، از این برگشته گفتنش، ولی قول درست و صحیح این است که ترک کننده روزه با اقرار فرضیت آن کافر نمیگردد، بلکه شخصی فاسق نامیده میشود و در خطر بزرگ قرار دارد. این بنده در یک خطر بزرگ قرار دارد. اما کسی که روزه را قصداً چند سال ترک کرده است، کسی که روزه را قصداً چند سال پی در پی ترک کرده است، آیا قضا بر او واجب میشود که یا که نه؟ برخی از علما گفتند که برای روزه قضا واجب میشود و برخی گفتند که برای روزه قضا واجب نمیشود، بلکه برای وی توبه نصوح، پشیمانی بزرگ و حتمی لازم است و آن چیزی که از روزه ها ترک کرده است، از روزه های فرضی، آن را باید بیارد. پس آیا ترک روزه را میتوان با ترک نماز قیاس کرد؟ نه، ترک روزه را با ترک نماز قیاس کردن نمیشود. ترک نماز که این خود کفر است و رسول الله گفتند که هر کس که اگر که در خواب رفت، در خواب ماند یا که فراموش کرد، آن را بجا بیارد. رسول صلی الله علیه و آله را بیان کرد و گفتند ترک نماز این کفر است. اما ترک روزه، ترک نماز علاوه بر اقرار نمودن نماز که فرض است، این کفر است. اما ترک روزه علاوه بر اقرار آن این کفر نیست. پس حکم شریعت در حق کسانی که به عذر این روزه های ماه رمضان را افطار میکنند میخورد چیست؟ بدون سبب و عذر این ماه رمضان را میخورد. کسی که بدون یگام سبب این روزه ماه رمضان را میخورد در یکی از گناهان بزرگ و عظیم گرفتار شده است و بر چنین شخص واجب است که توبه و استغفار به سوی پروردگار نماید و از پروردگار آمرزش بطلبد و این روزه هایی که ترک کرده بود آن روزه ها را قضا بدارد. جز این برای این بنده دیگر هیچ چیزی از کفاره نیست. پس جزای این گناهگار چیست؟
جزای این گونه گناهکاران چیست؟ از ابی امامه بهلی رضی الله عنه روایت است که قال سمعت رسول الله یقول من از رسول الله شنیدم که میگوید بینما انا نائم اذ اتانی رجلان، میگه در حالی که من در خواب بودم دو مرد نزد من آمدند و دست ما را گرفتند و ما را به یک کوه ناهموار بردند و گفتم بیرو بالا بیرو. گفتم نه نمیتوانم. گفتند ما آن را برای تو آسان میکنیم بالا بیرو. پس بالا رفتم. پس در میان کوه رسیدم. هنگامی که در میان کوه رسیدم یکی از نداهای سخت را شنیدم، صداها و فریادهای سخت را شنیدم و گفتم این صداها چیست؟ گفتند این فریاد اهل دوزخند. این صداها فریادهای اهل دوزخند. سپس مرد را دیدم که از تشنگی را میسوزد، آویزان است، لبهایش پاره پاره است، خونشان جاری است. گفتم اینها کیها هستند؟ گفتند اینا کسانی که هستند که پیش از وقت افطار روزهایشان را میشکویدند، میخورند پیش از نشستن آفتاب، چون شریعت بیان کرده است که بعد نشستن آفتاب همین که آفتاب نشست دیگر اذان شنیدن اذان یعنی که مثلا تاریک شدن لازم نیست یا که نماز خواندن، همین آفتاب که نشست این گشایش روزه میشود. این رو نسائی در سنن کبرا ذکر نمودن این حدیث رو. پس آیا برای او شخصی که روزه رو ترک کرد برایش واجب است که آن روزه ترک شده رو بدارد؟ بله، قضای آن روزه هایی که ترک کرده برایش واجب است که آن روزه ها رو بدارد، اما ترکی که قصداً انسان آن رو انجام میدهد علما گفتن این قضا ندارد. قضایش انا همان توبه و روزه های نفلی است. قضایش انا همان توبه و روزه های نفلی است. پس قول راجح درباره کسانی که یک روز رمضان را قصداً و به عذر افطار میکنن چیست؟ قول راجح و صحیح آن است که کسی که قصداً یک روز از روزه را قصداً اگر بدون عذر شرعی میخورد لازم است که توبه نماید و سوی پروردگار استغفار نماید، ندامت بخورد و روزه های نفلی رو بیشتر نماید. زیرا کسی که چیز رو اگر قصداً انجام داد دیگر برای وی فایده نمیدهد، چون در شریعت قاعده این است که هر عبادت در وقت‌های معین شده خود فرض شده است و کسی که قصداً او را از بدون سبب به عذر او را اگر انجام نداد دیگر قضای او دیگر برای او فایده نمیدهد. چون یک نماز مثلا قصداً نماز رو ترک نمی‌نماید که ترک نماز این کفر است، پس آن را قضایی می‌دارن، قضای صالح گذشته گفته دیگر خلاص دیگر و توبه و استغفار لازم است. آیا برای شخصی که کافر بود سپس اسلام آورد قضایی عبادت‌های گذشته‌اش از او طلب کرده می‌شود؟ از نماز، از روزه؟ نه. شخص کافر اگر اسلام آورد از او چیزی طلب کرده نمی‌شود، از او چیزی طلب کرده نمی‌شود. و دلیل اون قول الله سبحانه و تعالی است در سوره انفال قل للذین کفروا، بگو بر آن کسانی کافر شدند این انتهوا اگر که دست بکشند از کفرشان یغفر لهم ما قد سلف، آنچه که از آنها از گذشته است از کفر و از شرک از ضلالت بخشیده میشود. و این یعودوا اگر باز بگردند فقد مدت سنت الاولین، بگو به کسانی که کافر شدند اگر باز ایستند از کفر خودشان آنچه گذشته است از آنها برایشان آمرزیده و مغفرت کرده میشود. پس کسی که سال نوبتی کسی که روزی دراز و شب طولانی دارد چگونه روزه بدارد؟ در کشوری که شب و روز در مجموع 24 ساعت است بر مسلمانان روزه داشتن آن واجب است، هرچند که روز هم طولانی باشد تا زمانی که توان فرق کردن شب و روز رو دارد. اما در کشورهایی که شب و روز با هم فرق نمی شود یا که کشورهایی که شبش از روزش فرق کردن نمی شود یا کشورهایی که ماهی دراز شب است یا که ماهی دراز روز است، در این حالت به نزدیکترین کشوری که بر آنهاست با همان کشورهای نزدیک حساب کتاب کرده می شود و با آنها روزه می دارد، با کشورهای همسایه روزه می دارد. بعضی از مردم میگویند که اگر که روزه یا که روزه‌دار روزه‌اش از 18 ساعت بیشتر شود روزهای طولانی، اگر میگن که از 18 ساعت بیشتر شود صاحبش میتواند موافق وقت مکه روزه را بخورد. بعضی از مردم این گونه فکرها دارند. پس این قول صحیح و درست نیست. وابسته بر همون کشوری که ساعت‌ها را معین کرده هستند، وابسته بر همون کشور شورای علماها انسان روزه می‌دارد و روزه می‌خورد. پس نص شریعت روزه‌گیری را با وجود شب و روز وابسته کرده است. هرچند دراز هم باشد باید انسان صبر کرده روزه را بدارد. پس باید بداند که روزه در تابستان فرض قرار داده شده بود، با وجود گرمی طولانی آن افطار کردن برای انسان جایز و روا نیست. سوال نوبتی کسی که با سبب درازی روز یا گرمی زیاد خستگی آیا حق دارد افطار نماید یا نه؟ بله، اگر با سبب گرمی زیاد و تشنگی سخت، درازی روز، خستگی زیاد اگر در انسان پیدا شد، برای انسان حقی افطار نمودن این روز رو دارد و بعد رمضان اون روز
قضا می‌دارد، اما این را در نزد مردم، در بین مردم آشکار هم نمی‌کند. حتی کسی که به سبب بیماری‌ها روزه می‌خورد نباید در بین مردم بخورد تا که سبب طعنه آنها که عیب‌جویی آنها نگردد. بارک الله فیکم. در اینجا از این قسمت سوال جواب توقف می‌کنیم. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک.